گاهی تاریخ را نه در کتاب‌ها بلکه در یک بشقاب غذا می‌توان پیدا کرد. بعضی غذاها هزاران سال عمر دارند و هنوز همانطور پخته می‌شوند که در زمان امپراتوری‌ها پخته می‌شدند. اما پشت این غذاهای ساده داستان‌هایی از تمدن‌ها، جنگ‌ها و امپراتوری‌ها پنهان شده است. داستان‌هایی که از بین النهرین شروع می‌شوند و تا بازارهای شلوغ امروز خاورمیانه ادامه دارند. خاورمیانه یکی از قدیمی‌ترین مراکز آشپزی در تاریخ جهان است. جایی که هزاران سال پیش انسان برای اولین بار یاد گرفت چگونه گندم را به نان تبدیل کند. در منطقه‌ای که امروز به نام هلال حاصلخیز شناخته می‌شود، کشاورزی متولد شد و همراه با آن اولین دستورهای غذایی در تاریخ بشر شکل گرفت. در شهرهای باستانی بین النهرین مردم نان می‌پختند، سوپ‌های ساده درست می‌کردند و از گیاهان معطر برای طعم دادن به غذا استفاده می‌کردند. جالب اینجاست که برخی از این غذاها هنوز هم در خاورمیانه خورده می‌شوند. با گذشت قرن‌ها امپراتوری‌ها آمدند و رفتند، اما غذاها باقی ماندند. ایران باستان، امپراتوری روم، خلافت‌های اسلامی و بعدها امپراتوری عثمانی هر کدام چیزی به آشپزی این منطقه اضافه کردند. ادویه‌ها، روش‌های پخت و حتی شکل سفره‌ها تغییر کرد. به همین دلیل است که امروز غذاهای خاورمیانه ترکیبی از صدها سال تاریخ و فرهنگ هستند. غذاهایی که نه تنها شکم مردم را سیر می‌کردند، بلکه داستان تمدن‌ها را نیز روایت می‌کردند. اما در میان تمام این غذاها، بعضی از آنها داستان‌های شگفت‌انگیزتری دارند. غذاهایی که از کوچه‌های فقیرانه شروع شدند و بعدها به نماد فرهنگ یک ملت تبدیل شدند. یکی از این غذاها فلافل است. یک غذای ساده که از نخود یا باقالا ساخته می شود. اما داستان واقعی فلافل فقط درباره غذا نیست. این غذا به موضوعی برای بحث‌های تاریخی و حتی سیاسی تبدیل شده است. برخی می گویند فلافل در مصر باستان متولد شده است، جایی که مسیحیان قبطی در زمان روزه از آن به عنوان جایگزین گوشت استفاده می کردند. اما کشورهای دیگر نیز ادعا می کنند که این غذا بخشی از فرهنگ آنهاست و همین موضوع نشان می دهد که غذاها در خاورمیانه فقط غذا نیستند، بلکه بخشی از هویت مردم هستند. در واقع بسیاری از غذاهای معروف خاورمیانه داستانی مشابه دارند. غذاهایی که از یک منطقه شروع شدند اما با سفر انسانها در سراسر منطقه پخش شدند. کاروانهای تجاری، سربازان و مسافران دستورهای غذایی را از شهری به شهر دیگر می بردند و هر منطقه نسخه مخصوص خود را از همان غذا می ساخت. و همین سفرهای طولانی باعث شد آشپزی خاورمیانه یکی از متنوع‌ترین آشپزی‌های جهان شود. آشپزی که از استانبول تا تهران، از بیروت تا قاهره صدها طعم متفاوت دارد. اما در میان تمام این غذاها یک عنصر تقریباً در همه آنها مشترک است. عنصری که هزاران سال است در مرکز سفره‌های خاورمیانه قرار دارد: نان. و داستان نان شاید قدیمی ترین داستان در تاریخ غذا باشد. هزاران سال پیش از آن که امپراتوری ها شکل بگیرند، انسان ها در خاورمیانه کشف بزرگی کردند. کشفی ساده اما آنقدر مهم که مسیر تاریخ غذا را برای همیشه تغییر داد. آنها فهمیدند که دانه های گندم را میتوان آسیاب کرد و از آن خمیری ساخت که روی آتش به نان تبدیل می شود. این نانهای اولیه ساده بودند، بدون ادویه، بدون روغن، فقط آرد و آب. اما همین نان ساده به پایه بسیاری از غذاهای خاورمیانه تبدیل شد، چیزی که هنوز هم در سفره‌های امروز دیده می شود.
در تمدن‌های باستانی نان فقط غذا نبود. نان نشانه زندگی و بقا بود. در بسیاری از شهرهای باستانی مردم نان را با سوپ‌های ساده یا حبوبات می‌خوردند. غذاهایی که ارزان اما بسیار مغذی بودند. کم کم با گسترش تجارت مواد جدید وارد آشپزی این منطقه شد. ادویه‌هایی که طعم غذاها را کاملاً تغییر دادند. کاروان‌هایی که از جاده‌های تجاری عبور می‌کردند فقط کالا حمل نمی‌کردند. آنها طعم‌ها را نیز با خود جابه کردند. دارچین از شرق می‌آمد، زعفران از ایران، زیره، سماق و صدها گیاه معطر دیگر نیز به آشپزمیانه اضافه شدند و ناگهان غذاها پیچیده‌تر، خوش‌طعم‌تر و متنوع‌تر شدند. اما ترین تحول در آشپزی خاورمیانه زمانی اتفاق افتاد که انسان‌ها شروع به کباب کردن گوشت کردند. روشی ساده که بعدها به یکی از مشهورترین غذاهای جهان تبدیل شد. در ابتدا گوشت‌ها روی آتش مستقیم پخته می‌شدند، اما بعدها مردم فهمیدند که می‌توان گوشت را روی سیخ قرار داد و این شاید آغاز چیزی بود که امروز به نام کباب می‌شناسیم. غذایی که از ایران تا ترکیه و از شام تا قفقاز محبوب است. در امپراتوری‌های بزرگ کباب به غذایی محبوب تبدیل شد. سربازان، مسافران و حتی پادشاهان آن را می‌خوردند. اما کباب تنها غذای معروف خاورمیانه نیست. در خیابان‌های این منطقه غذاهای ساده‌ای متولد شدند که بعدها جهان را فتح کردند. غذاهایی مثل شاورما یا فلافل. این غذاها ارزان بودند، سریع آماده می‌شدند و برای مردم شهرهای شلوغ خاورمیانه گزینه‌ای عالی برای یک وعده سریع محسوب می‌شدند. اما هیچ کس تصور نمی‌کرد که روزی این غذاها در سراسر جهان شناخته شوند. امروز در بسیاری از شهرهای جهان می‌توان فلافل یا شاورما پیدا کرد. غذاهایی که زمانی فقط در کوچه‌های خاورمیانه فروخته می‌شدند. اما داستان غذاهای خاورمیانه فقط درباره طعم نیست. این غذاها بخشی از تاریخ، فرهنگ و حتی سیاست این منطقه هستند. گاهی حتی یک غذا می‌تواند باعث اختلاف بین کشورها شود. اختلافی بر سر این سؤال ساده: این غذا متعلق به چه کسی است؟ زیرا در خاورمیانه غذا فقط یک وعده نیست. غذا بخشی از هویت است. در خاورمیانه بعضی غذاها فقط غذا نیستند. آنها تبدیل به نماد فرهنگ و حتی افتخار ملی شدند. یکی از معروفترین آنها حمص است. غذایی ساده که از نخود، ارده، روغن زیتون و لیمو ساخته می شود. اما پشت این غذای ساده یک رقابت عجیب بین کشورها وجود دارد. چندین کشور خاورمیانه ادعا می کنند که حمص برای اولین بار در آنجا ساخته شده است. لبنان، اسرائیل، سوریه و فلسطین هر کدام روایت خاص خود را دارند و همین باعث شده حمص تبدیل به موضوعی برای بحث‌های فرهنگی شود. حتی در سالهای اخیر رقابت‌هایی برای ساخت بزرگترین بشقاب حمص در جهان برگزار شده است. رقابتی که نشان می‌دهد غذا تا چه اندازه با هویت مردم گره خورده است. اما شاید هیچ دسر خاورمیانه‌ای به اندازه باقلوا مشهور نباشد. شیرینی که لایه‌های نازک خمیر، مغزها و شربت شیرین آن را تشکیل می‌دهند. باقلوا داستانی طولانی دارد. داستانی که از آشپزخانه‌های امپراتوری عثمانی شروع می‌شود. در کاخ‌های عثمانی باقلوا یک دسر سلطنتی محسوب می‌شد و فقط در مناسبت‌های خاص برای درباریان سرو می‌شد. اما با گذشت زمان این دسر از کاخ‌ها خارج شد و به یکی از محبوب‌ترین شیرینی‌های خاورمیانه تبدیل شد. امروز نسخه‌های مختلفی از باقلوا در کشورهای مختلف وجود دارد. هر کشور دستور مخصوص خود را دارد. اما تنوع غذاهای خاورمیانه فقط به چند غذای معروف محدود نمی شود. در واقع هر شهر و هر منطقه غذای مخصوص خود را دارد. در لبنان
تبوله با سبزی‌های تازه و لیمو تهیه می شود. سالادی سبک که در بسیاری از سفره‌ها حضور دارد. در ایران انواع مختلفی از کباب وجود دارد. غذاهایی که با برنج، نان و سبزی سرو می شوند. در ترکیه غذاهای خیابانی بخش مهمی از فرهنگ غذایی هستند. از دونر کباب گرفته تا سیمیت. و در کشورهای عربی غذاهای خانوادگی اهمیت زیادی دارند. سفره‌های بزرگ که خانواده‌ها را دور هم جمع می کند. اما شاید مهمترین ویژگی آشپزی خاورمیانه مهمان نوازی باشد. در بسیاری از فرهنگ‌های این منطقه غذا نشانه احترام به مهمان است. وقتی مهمانی به خانه‌ای در خاورمیانه می‌آید، میزبان تلاش می‌کند بهترین غذاها را آماده کند. زیرا غذا در این فرهنگ فقط برای خوردن نیست. غذا راهی برای نشان دادن محبت است و راهی برای حفظ سنت‌هایی که قرن‌ها ادامه داشتند. اما داستان غذاهای خاورمیانه فقط درباره دستورهای آشپزی نیست. این داستان در واقع درباره تاریخ مردمی است که قرن‌ها در این سرزمین زندگی کردند. در طول هزاران سال جنگ‌ها، مهاجرت‌ها و تغییر حکومت‌ها بارها این منطقه را دگرگون کردند. اما غذاها همچنان باقی ماندند. دستورهایی که از مادر بزرگ‌ها به نوه‌ها منتقل شدند و طعم‌هایی که نسل‌ها را به هم پیوند دادند. وقتی مردم مهاجرت کردند، غذاهایشان را نیز با خود بردند و به همین دلیل است که امروز غذاهای خاورمیانه در سراسر جهان دیده می‌شوند. در شهرهایی مثل لندن، برلین یا نیویورک می‌توان همان طعم‌هایی را پیدا کرد که قرن‌ها پیش در بازارهای خاورمیانه وجود داشتند. طعم‌هایی که از دل تاریخ عبور کردند. اما با وجود تمام این تغییرات، یک چیز در فرهنگ غذایی خاورمیانه ثابت مانده است: اهمیت سفره. سفره جایی است که خانواده‌ها دور هم جمع می‌شوند، جایی که داستان‌ها، خاطره‌ها و سنت‌ها منتقل می‌شوند. در بسیاری از فرهنگ‌های این منطقه، شکستن نان با دیگران نماد صلح و دوستی است. کاری ساده که معنایی عمیق دارد. شاید به همین دلیل است که غذاهای خاورمیانه فقط درباره طعم نیستند. آنها درباره تاریخ هستند. درباره مردمی که در میان امپراتوری‌ها زندگی کردند و فرهنگ‌هایی که در طول قرن‌ها با یکدیگر ترکیب شدند. از نان‌های ساده بین النهرین گرفته تا کباب‌های امپراتوری‌ها. از فلافل خیابانی تا دسرهای سلطنتی مثل باقلوا. همه این غذاها بخشی از یک داستان بزرگتر هستند. داستان تمدن خاورمیانه. و شاید دفعه بعد که یکی از این غذاها را می‌خورید، به این فکر کنید که هر لقمه تکه‌ای از تاریخ چند هزار ساله است. تاریخی که در کتاب‌ها نوشته نشده است، بلکه در آشپزخانه‌ها و سفره‌های مردم زنده مانده است.